ما باید بر رشد زبان شیوا و شاعرانه تاجیکی نیز اعتبار اولین درجه دهیم، چون که زبان دولتی یکی از ثروت‌های مقدس و گرانبهاترین ما می باشد. در شرایط جهانی شوی یعنی تهاجم فرهنگی و زبانی، ما را ضرور است که برابر آموزش زبان‌های خارجی از جمله روسی و انگلیسی برای پیشرفت زبان تاجیکی و توسعه دایره استفاده آن منتظم کوشش و غمخواری نماییم. خاطر نشان می‌سازم که این وظیفه هر یک فردی وطن دوست از جمله پدر و مادران، آموزگاران، اهل معارف و علم، زیایان کشور، کارمندان واسطه‌های اخبار عامه و ادیبان و عالمان مملکت میباشد.